سلام بچه ها، خوش اومد به یه ویدیو دیگه. من مستر اسمیل هستم و میخوام الان با برادرم که اسکای پاترون هست کاستوم بندازیم. نتم یه ذره ضعیفه، از ببینیم درست میشه. خب بچه ها بریم کاستوم بندازم. بچه ها توی کامنت ها بنویسید که AK رو تونستید بگیرید یا نه. من که براش زدم نتونستم بگیرم. 999 تا جر میخواد، اونم فعلا معلوم نیست بزنم یا نه براش. خب بچه ها کاستوم رو انداختیم، نیرو همه چی درست. خب بچه ها لایک و سابسکرایب یادتون نره، لطفا منو حمایت کنید، خیلی ممنونم از شما. بریم ببینیم چی میشه. بک نخوریم خوبه. آها خب رفتش. خب 6 دسته است. بذارید اول اینو بلوبری. خب نت هم یه ذره ضعیفه. خب یه دونه اینو میگیریم، یه دونه UMP. همین دوتا. خب ایوی نداره بچه. نت هم یه ذره ضعیفه. نتم خیلی ضعیفه. خب باز درست شد. الان پینگم بازم پینگم رفت بالا، ولی باز میشه باش. یه دست اسکرد، یه دونه هم شد اسنایپ میگیرم. خب بله. خب این دو دست. خب بچه من واسه AK زدم نتونستم بگیرم. قبلا هم که واسه XM8 زدم. الان من دوتا گان لولی دارم، یه دونه دارم، همون XM8 رو دارم فقط. چقدر زود رسید. به کار دیگه. بازم دود انداخت. این همیشه هر وقت که ما کاستوم میندازیم، بیشتر کاستوم هم که این اصلا خدای نت من خیلی ضعیفه. بله تموم شد. خب الان 3 دست زدیمش. خب بچه ها چیه، انشاءالله اگه خدا بخواد کم کم میخوایم رنگ کاب جدید رو رنگ کاب اومد بریم رنگ کاب جدید رو کلشمون رو ببریم مستر. حالا ببینیم خدا چی میخواد. فکر کنم نتش پریده. نه بچه با این میخوام حمله کنم.
فینیشر. خب بچه ها حتما یادتون باشه منو سابسکرایب کنید و لایک فراموش نکنید. از منم حمایت کنید. من عاشقتونم. آپدیت جدیدم که اومده خب خیلی وسایل آورده، وسایل های جدید مثل لباس و این چیزا. اوه یه دست بالاخره زد. خب بچه به نظر من اگه خواستید واسه AK بزنید حداقل 1500 تا جم لازمه. اگه خواستید واسه AK بزنید، اگه مثلا با 200 تا جم میخواد بزنید بگید میده. نه یستشو خوابوندم. کجاست؟ جون بسازیم. سریش از اومدم. بله فکر کنم نتش پریده بود. آخه نوستایی داشتم میام ولی بالاخره 5-1 منم. خب خب بچه چیه، من از اون گانایی که خوشم میاد بیشتر چیزه UMP بویا. بچه براتون از این به بعد چیزم میذارم. سیمز برای اینکه بیا ببینیم. خب 2-5 با اینکه فکر کنم وستت ولی بازه. خب بچه ها چی بگیریم؟ ما همون شاتگان رو میگیریم که بخوایم مثلا فولدش رو بخوابونیم بتونیم راحت بزنیم. ستاپ قارچ که برامون لازمه. چقدر اسراف کردم. ستاپ قارچ برای نیرومون لازمه. نیرو رو بزنیم. با شاتگان اومده قوی شده. یه دمنجی بسازیم. دمنجم 76 تاست. چیزم هم پریده. چرا اومدی بوده بنیکاش؟ و تمام. بچه ها ممنونم که لایک و سابسکرایب کردید. خیلی از شما ممنونم. دوستتون دارم. و اینم بود کاستوم من و داداشم. خدا نگهدار.